با سلام و درود خدمت دوستان و همراهان پیج عطاری سید. دوستان عزیز، امروز در رابطه با رفع بیخوابی میخوام باهاتون صحبت کنم. برای کسانی که بیخواب هستن، خوابشون نامنظمه، خواهش میکنم دنبال قرص‌های شیمیایی نرید. دنبال قرص‌هایی که تو داروخونه ها میفروشن و میرید میگیرید و میندازید برای بیخوابی خوابتون ببره. اینا اعتیادآور هستن، مشکل ساز هستن. حتی برای اعصاب، ناراحتی عصبی هم هیچ وقت این قرص‌ها رو مصرف نکنید. خواهش میکنم ازتون. برای رفع بیخوابی گیاهایی داریم که خیلی مفید هستن و درمان کننده هستن، مسکن نیستن که موقعی که میخوری بخوابی، نمیخوری مثل این قرص ها دیگه باز نخوابی و احتیاط پیدا کنی به این قرص ها که بدترین احتیاط هستش و اعصاب روان آدم رو به هم میریزه. خواهش میکنم خوب دقت کنید و گیاه ها رو درست انتخاب کنید و مصرف بکنید و مقدار و طریقه مصرفش رو درست به اصطلاح عمل بکنید تا این بیخوابیتون رفع بشه و نامنظم بودن خوابتون تنظیم بشه و درست عمل کنه. یه مقدار ریشه گیاه سنبل، گیاه بادرنج‌بویه، استقدوس و گیاه فرنجمش، یک مقدار از هر کدوم به اندازه مساوی برمی‌دارید، میکوبید، آسیاب میکنید و یک قاشق غذاخوری از این پودر را در یک لیوان آب جوش به مدت 20 دقیقه میذارید کامل دم بکشه، از صافی رد میکنید و صبح و شب مصرف میکنید. این خیلی مهمه، صبح و شب مصرف بکنید. به مدت 1 ماه مصرف بکنید، کلا بیخوابیتون درست میشه، خوابتون تنظیم میشه و دیگه نیاز به هیچ قرص و داروی شیمیایی نخواهید داشت. کپشن خیلی مهمه. یه سری گیاه هستن که برای رفع بیخوابی و رفع سردردهای عصبی و اینجور چیزا هستش، همه رو نوشتم و توضیح میدم. خواهش میکنم مطالعه کنید. خدا نگهدار.